جانم عزیزم مشکلتون چیه؟ های دکتر واقعیتش بچم تخماش کوچیک شده. تخماش؟ بله تخماش. جسی بیا بالا. پسرم جسی. باشه ببینم جسارتاً دفترچه بیمه هم داره؟ بله دفترچه داره، اونم از نوع تکمیلی. های دکتر چه عالی. آی دکتر فقط خواهشاً جسی خیلی حساسه، آمپول براش ننویسید. نه عزیزم، براش یه دونه محلول نوشتم که باید با آب قاطی کنی بدی بخوره، فقط باید مواظب باشی که هیچ آدمیزادی از این استفاده نکنه، تا 24 ساعت هم بیشتر موثر نیستش. بده بخوره تخماش گنده میشه. ممنونم آی دکتر. عزیزم تخماش جا موند. تخماشم ببر بخور. خودش باشم مامانه اشتنان مامانه خودش باشم مامانه اشتنان مامانه. آتشم بیا خیار بخور قرصاتو. حامد اینو تو خوردی؟ جان داداش جان. 2 روز رفتی باشگاه فاز آرنولد گرفتی؟ آشمدی جون چشات، من هیچ کاری نکردم، مثل همیشه خواستم بدم عقب بشینم. وای خاک تو سرم نکنه اون محلولی که برای جسی دکتر داده بود و خورد. اگه اینجوری باشه که 24 ساعت بیشتر وقت نداریم. الانم که ساعت 2. حامد بیا بریم تو حیاط کارت دارم. یه لحظه بیا. جان اینو این ورشو بگیر بنداز اون ور آرنولد. مسخره کرد، اینو جرثقیل نمیتونه تکون بده. جرثقیل اومده نتونسته، ولی تو یه لحظه امتحان کن. بابا نمیشه. تکون بده. بیا شد. چطوری؟ یه مش به اینا بزن. اینا رو میتونم بشکونم؟ یه دونه امتحان. اینا هم شکست. حامد اگه این دیگه باز کنیم نونمون تو روغنه. باز کردنه چون که انشالله باز میکنم. چطوری نونمون تو روغنه؟ حالا اونو بهش میگم. 10-20 تا میبستی سلطان، یه دونه چیزی نیست. آماده ای؟ کار نداره که من چی؟ داداشم یه دقیقه شما بچینین، من یه اجازه از این صاحب مغازه بگیرم بیام. یا علی یا الله صاحب مغازه. اوه مغازه کارخونه. صاحب کارخونه کسی اینجا نیست؟ بچه جون برو سری صاحب اینجا رو صدا کن بیاد. بدو دستتو بنده. بچه جون میگم برو بگو صاحبش بیاد. صاحب اینجا خودمم. آقا صاحب اینجا کیه داداش؟ بگو یه دقیقه بیاد کارش دارم. صاحب اینجا سعادتیه. آی سعادتی خیلی مخلصم، چاکرتم. سلطان من میخواستم جلوی مغازت، البته مغازه که چه عرض کنم، میخواستم یه معرکه بگیرم، من اجازه بدین رخصت بدین من مزاحم بشم. روزی رسون خداست، برو هر کاری دوست داری بکن، راحت باش. نوکرت. فقط آی سعادتی شرمنده اینجا چیکار دارین میکنی؟ یه توضیح میدین؟ اینجا رگال سعادتیه. حامد این بوزینه رو با خودمون ببریم. داشمدی من بهت گفتم میدون آماده کن، اینجا چیکار میکنی؟ بابا رگال سعادتیه دیگه، اینا بزرگترین پخش رگال و مانچن و چوب لباسی و مجسمه تو کل استان البرزن. چون خودشون تولید کنندن انقدر قیمتاشون پایین بود، گفتم یه دونه بوزینه بردارم با خودم ببرم. بیا بریم بابا. آی سعادتی با اجازهتون. خدا. اینو حساب کردی؟ آره. مطمئنی؟ آقا این پهلوانی که میبینید قوت بازوهاش سنگ و خورد میکنه، دریا رو خوش میکنه، برق چشاش شهر رو روشن میکنه. آقا بفرم پهلوان. نه چشمندیه، نه کلک، نه دوزه، نه آقای محترم سیب زمینی چیز شهرونده. این پسر یه چرخ میزنه، مشتی گلی
چراغش رو روشن کن. برو یه فر بخور تا خدا چراغ تو روشن کنه. بلند میشم منم چراغتون رو روشن میکنم. منظور از چراغ همون کمک کردنه ایشالله. حاج خانم چراغ اول شما روشن کنی. داشتی کمک بده. بابا تو خود کمک لازمه. بیا اینو بگی. حاج خانم یه کمک میکنی. پهلوون اومده. بابا میخواد مار ظاهر کنه. زنجیر میخواد بتره کنه. شما کمک نمیکنی نه؟ شما چی؟ اومدی ببینی ها؟ ای بابا. حاج خانم شما چی؟ شما همش دست به خیر بودی که. کوچولو. شما چی؟ شما هم کمک نمیکنی؟ ای بابا. مرسی داداش. دمتون گرم که کمک میکنی. شون آقا هم برو. کمک میکنه. اصرار کجا؟ باشتون اومد این جماعت نمیرینن که گوشتشون نشه. دقیقا یه قرونی کسی کمک نکرده به ما. چرا؟ خودت چراغشون رو روشن کن. مرسی دست شما. منم اینا واقعا من خودم چراغ رو روشن که آقا مهدی میرم وسط سلطان. زنجیر رو ببند. میخوام یه جور پاره پوره کنم. فقط مواظب سر صورتتون باشه که ایشالله به شما اصابت نکنه. یا علی مدد. بلند بگو یا علی. یا علی. ماشاءالله داشتی. داشتم سلطان. با اجازه رخصت. ماشاءالله. ماشاءالله بزن. از اونجایی که هیچکی چراغ ما رو روشن نکرد آقا مهدی میخواد جسیشو ول بده وسط. فقط یکم این بچه ها رو عقب نگه دارین نیش نزنه مارش. آقا مهدی آماده ای؟ اینی که میبینیم مار دو سره. بسم الله. مهدی جان داداش خودت هم مراقب باش سلطان. حیوانه نیش میزنه. یواش. حیوان یواش. وای. مواظب باش. مشی آبرون رو برد. دو سه تا زنجیر به من میخوام پاره کنه. بدو 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 بدو. ببند پهلوون. دو سه تا ببند. ماشاءالله داشتم. میگه یکی غمه دوتا غمه سه تا خاطر جمعه. ببند. ماشاءالله پهلوان. قوچرتم ببند سلطان. بلند بگو یا علی. یا علی. آقا زیاد صحبت نکن. ساعت 2 میشه. برو وسط. چه ربطی به ساعت 2 داره؟ برو بعدم میگم. مشتی گله این کاری که من میکنم هیچکی نمیتونه. خب ولی انصافا اگه پاره کردم نفری 2 5 10 مشتی باشین دست کنین تو جیبتون. من زوره رو میزنم ولی کمک کنین. 2 داره میشه. آماده بدو. این؟ بله. آماده این؟ بله. یه یا علی از شما میخوام پاره کنم ها. یکی دیگه هم بگیم. نه یه بار دیگه باشتی بلست.